اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی. نظر به تقاضای اهالی محترم پامیرات، هدایت اداره محترم ملی احصایه و معلومات و همکاری شخص والی صاحب ولایت بدخشان، تیم متشکل از ریاست احصایه و معلومات ولایت بدخشان با حضورداشت رئیس احصایه به پامیرات توظیف شدیم. به نام خداوند متعال و بخشنده مهربان، در قدم اول یک تبریک خاص به تمام ملت مجاهد افغانستان که پیروز شده. بعد از خدمت‌هایی که در اینجا شما انجام میدید که توبیت تذکیره ما را از طرف امارت اسلامی به دست ما رسید. یکی دوم از شما خاص تشکر میکنیم که در اینجا زحمت فراوان کشیدید. در این کوه‌ها بسیار مشکلات از پشت شهر گذرانده، از کجا به کجا آمدید، در اینجا قدم رنج فرمودید. تشکر. خوش آمدید میمنان عزیز. شما را ولی صاحب محترم روان کرده. مقصد ما مردم قرقیز غریب بیچاره را یاد کرده. امیجا آمدین با ما مقصد ایرایگان در جیب خود تذکیره با ما ارسال کردن. شما با ما تذکیره دادین. ولی صاحب بسیار تشکر میگم. تشکر زیاد با ما خدمت کردن. و حضرت صاحب ایسای معلومات هم تشکر میکنیم. این بسیار خوشوقتی است که شما از دسته و انشاءالله ولی صاحب با ما میرسه. باز همیشه یاد کردن شما بسیار خوش هستیم که مثل که خاک یک وجب بلان شدگی با ما معلوم شد. انشاءالله امید داریم خدا آرامی را بیتیه از دسته با میرسه. باز همیشه یاد بوده، یاد کرده. بسیار تشکر. د وطن د جوړونې وخت دی.